من توی پخش زنده تلویزیونی گفتم، برنامه آقای فرمول 1 آقای علیزیا که برای ایشون یه سری مشکل شد، گفتم هر کی میاری جای من از هفته بعد اینجا میشینه 3 سوال ازش بکن، مردم معطل نکنی. آقای زیا گفت آقای دادکام 3 سوال چیه؟ گفتم 1 ازش بپرس که امروز چی داری، خونت کجاست؟ 2 بچه‌هات کجا؟ 3 تو خانواده‌ات شهید یا جانباز وجود داره یا نه؟ که روح همه‌شون شاد، اونا ورای انسانیت بودن که رفتن جوناشون رو دادن. بپرس آقا تو گوش آقای علیزیا، من اینا رو دارم میگم دیگه، الان تو تلفنم هم تو گوش آقای علیزیا گفتن خب این 3 سوال اول همه از خود آقای دادکام بپرس. من دیدم آقای زیا یه مکسی کرد، به من گفت آقای دادکام چرا از هفته دیگه شروع کنیم، از خود شما شروع میکنیم. گفتم بفرمایید. گفت خونه‌ت کجا بوده، امروز کجایی؟ گفتم خونم 1000 متر بوده، همه میدونن، توی پاچنار، پدرم خدا بیامرزه. امروز 170 متر آپارتمان میرداماد. دومین سوال بچه‌هات کجا؟ گفتم هر 2 دخترن ایران. اونی که تو گوش شما میگه هفته دیگه هم به شما بگه بپرس. 3 جانبازن یا مجروحن بچه‌ها؟ گفتم نه دخترن، هیچ جام نرفت. حالا شما هفته دیگه بیا بپرس. بچه‌ها انگلیس، کانادا، فرانسه، آمریکا. بچه‌ها باز چی رفتن؟ رفتن مدرک بگیرن بیان خدمت کنن. من توی برنامه شبکه 5 با آقای رنجبران همین سوال هم من کرد، گفتم همون خدمتی که خودت کردی بچه‌هات هم میکنن. توی مسئول بچه رفته کار یاد بگیری بیاد. خانواده شهدا و جانبازا کجا؟ یه تیغ میره تو دست آقای انصاری 2 کلینیک میری. یارو قطع نخاعیه، جایگاهش توی مملکت کجاست؟ من هر ترمی چندین تا دانشجو خانواده شهید و جانباز داشتم. هر ترمی سوال میکنی، همه زندگی ها تحت فشاره. مسئول میدونه که مردم با حقوق 7-8 میلیون 30 میلیون زیر خط فقرن. میگن دانشگاهی ها نخبگان بیان، ما نه نخبه ایم ولی دانشگاهی بیان بگن درد دلشونو. بابا این درد دل حقوقا نمیرسه، مال من میرسه ها، خدا رو هم شکر میکنم، ولی دلیل نمیشه من دارم یکی دیگه نداشته باشه، زندگیش نچرخه. مملکتی که آقای انصاری توجه کنید چی میگم، نفت داره، گاز داره، سنگ داره، طلا داره، معدن داره، این همه ثروت نمیتونه به چرخونه. سوئیس با ساعت، دقت کنین چی میگم، با ساعت، کردیت بانکی، چاقو دنیا رو داره میچرخونه. یه چاقو داره به مردم میفروشه، به دنیا میده. یه ساعت‌های مختلف داره، ارزون قیمت تا گرون قیمت، اعتبار سوئیسه. یه کردیت بانکی، مردم پول اونجا بذاره با سود هیچی، دنیا رو گرفته. خود مسئولین کشور ما همیشه از سوئیس یاد میکنن. ما چرا سوئیس به اونجا رسته ما نمیرسیم؟ من سوال کنم، یه علامت سوال بذارم جلوش. یه دونه مدیر تولید نکردی. اگر هم مدیری بوده خونه نشینش کرد. این مدیریه که هیچ کاری نکنه، هر چی ما میگیم انجام بده. بیا سر کار، ریا رو بگو بکن، دروغ رو بگو، فساد رو انجام بده، همه فقط یار ما باش، بار ما نباشی. یا بیا سر کار. آقای دکتر، چون میدونم که هم جناب عالی هم پدر خدا بیامرزتون بانی هیئت بودید و خودتون بچه هیئتی و مذهبی میدونید، لازم میدونم این سوالو که به هر حال شاید سوال خیلی از مخاطبین باشه محضرتون بپرسم که امروز موضوع حجاب به یک موضوع محل مناقشه در جامعه ما تبدیل شده و ما میبینیم یه عده به هر حال این موضوع رو تلاش میکنن، این موضوع رو جامعه رو به این سمت بکشونن که شاید به هر حال خیلی دغدغه اول مردم نباشه. به هر حال حجاب جزء قوانین اسلامی است و خب حالا بحثش جداست اون که آیا به شکل شیوهش به چه صورتی باشه، اما خب واقعیتش اینه که اولویت اصلی مردم در شرایط فعلی مشکلات معیشتی و اقتصادیه. من می‌خواستم دیدگاه شما رو به عنوان بچه مذهبی در مورد حجاب بدونم. ببینین حجاب، من خانواده خودم همه محجبن، ولی من تحت شرایطی کسی ببینم
یه تار موش بیرونه هیچ موقع معترض نیستن و به ایشون هم مثل محجبه احترام میذارن. این حجاب امروز یه تار موش شده سرگرمی دیگه، بحث دین و آیین و مذهب و اینا نیست. مگه شما میتونی به خاطر یه تار مو ساچمه بزنی تو چشه یه نفر، موش بیرونه بندازی زمین بزنی؟ آقای انصاری، دو چیز هر قومو میزنه زمین، دو چیز هر قومو میزنه زمین، دو چیز هر قوم و ملت و حکومت رو میبره بالا. این فراگیره، دنیاگیره. اون چیزی که هر قومی رو میزنه زمین، دروغ افراد نالایق که داد دلت بخواد تو کشور ما هم. اون دو چیزی که میبره بالا هر کشوری رو، قوم و مملکتی رو، عدالت، آزادی، که تو کشور ما کم رنگه. شما یادم نگی آقای دادکان تند گفت مال من پخش نکنی، همه رو پخش کن آقای انصاری. چقدر دروغ میگی؟ شما موش بیرونه زدی چشمش هم نابینا شده، فردا میای میگی نه ما نزدیم. اینا رو کی نابینا کرده؟ همه رو دشمن. به قول خودتون 300 نفر مردن، به قول داخلیا 600 نفر مردن، روحشون شاد. حالا چه از این ور بوده چه از اون ور، اونایی هم که اون ور بودن اونا هم جوون بودن، همه مردن. میای میگیم یه نفرم نمرد، جایزه هم میدیم پیدا کنیم. اینا که مردن کی زد؟ من زدم؟ اصلا دین، شرع، دین پیغمبر و مولا علی اجازه میده به شما بزنی یه آدمو بکشی، تیر بزنی به چشش؟ اون برم میگم اون بیاد یه جوون دیگر رو بکشه؟ همه رو شما کردی. یه قسم هم اینجا بخورم که راحت باشی پخش کنی. به قرآن، به قرآن، به قرآن، به پیغمبر، قسمای جلاله، اگه به خاطر دین باشه فقط برای بقای خودمه. همه هم میگیم چی ضد دین و خدا و پیغمبر. اینا همه ضد خدا و پیغمبرن. بابا دست برداری، راه عدالت، راه آزادی، راهی که دین به ما میگه. تار موش معلومه. من یه خاطره‌ای برای شما بگم، بد نیست، میتونی اونایی که بودن گوش بدی. من حدود شاید بیش از 2000 لباس بردم جام جهانی. حالا اونا هم که خارج هستن الان حرفای منو گوش میدن، من میدونم که همه رو که تایید میکنن هیچ خوشحالم هست. آقای احمد سجادی یادی کنم ازش و حسین فرکی، هم دوستای خوب خودم، هم کسایی که صادقانه در فوتبال کشور خدمت کردن. ما که رفتیم به جام جهانی آلمان، من نزدیک 2000 تا لباس با پرچم ایران، پیرن و گرمکن و ساک بردم. خدا شاهد آقای انصاری، آقای سجادی هست، آقای فرکی هست، بپرسین ازشون. گفتن این لباس ها رو واسه چی میاری این همه؟ گفتم دوست دارم اینا رو بیارم. بردیم آلمان. من از در هتل بیرون استادیوم هر جا می رفتیم 2 تا ساک بزرگ می آوردم، میدادم همراه من بیارم. میگفتن اینا رو گفتم هر کی رو دیدین نسبت به ما حساس تره، یعنی توجهش به جمهوری اسلامی کمتره، من لباس ها رو به اونا بیشتر میدم. خانوما می آمدن تا ما میدم میگفتن نکنه اینها تندرو باشن، می آمدن بغل ما راحت شدن، حجابم نداشتم. من سلام میکردم، احترام میذاشتم و بهشون لباس میدادم. فردا لباس ما رو میپوشیدن با پرچم ما که بتونین اینو بپرسین که شهردار فریدریشهافن، خدا شاهد، پخش کنین اینا رو. وقتی دید بهش گفته بودن ایرانی‌ها بیان اینجا شلوغ میشه مثل فرانسه. شهردار فریدریشهافن که دید منو تو مردم میرم لباس میدم و لباس میپوشن، این حرفا نسبت به اینی که شلوغی نشه، استراب داشته باشه، شهردار فریدریشهافن توی 20,000 آدم که تمرین تیم ملی ایران بود منو شهروند آلمان اعلام کرد و به من نشان شهر فریدریشهافن داد. گفت پشت بلندگو هم گفت از قبل از که شما بیاین راجع ما چیا گفتن، حفاظت فلان بیستین. الان من نگاه میکنم این آقای دادکان، من اینجا بهش شهروندی آلمانی رو میدم و نشان فریدریشهافن رو
که شما اصلا اومدی اینجا یه دونه اعتراض نبود. با ما که نمیخوایم بریم همه رو بزنیم، که نمیخوایم بریم دعوا کنیم، که محبت. چی شد آقای دکتر؟ به هر حال قبل از انقلاب بازیکن تیم ملی بودید، بعد از انقلاب هم خب این 14 و این 43 سال رو دیدید. چی شد که نگاه مردم نسبت به دین تغییر کرد؟ سوال خوبی کردی. همیشه من میگم دو چیز تو این 44 سال از بین رفت. یا کم رنگ شد، یکیش که از بین رفت، دومیش کم رنگ شد. یک، جوونی‌ها. دو، اعتقاد. جوونی‌ها همه از بین رفت. الان جوون‌ها چیکار کنن؟ دوم، اعتقادها ضعیف شد. من با یه صنفی در بازار به امام حسین، من بچه بازارم میام با یه صنفی، حالا اسم نبرم، در بازار من جلسه داشتم. نزدیکایی بود که دیگه نماز قضا بشه. من به این حاج آقایی که بغلم بود گفتم من 2 دقیقه اونور نماز بخونم بیام. گفت آقا داد کن، من این نمازم الان میخونی؟ گفتم من شما نمیخونی؟ ما قبل نهار اونجا بودیم دوره. گفت نه، حالا همه من بزرگترم، یه صنف اعتبار داره. بعضی هاشون که من جلسه به پیغمبر نماز نخوندن. شما چی کار کردی با این مملکت؟ خودتون اعلام کردین، مجلس اعلام کرد، از 72,000 مسجد سراکر کشور 50,000 تاش کس نمیره توش. خودتون اعلام کردین. از هر 2 ازدواج یه ازدواج به طلاق رسیده. اینا رو من میگم یا مرکز آمار، ثبت اخبار؟ چی کار داریم میکنیم با این مملکت؟ دخترها پسرها همه بزرگ تو خیابونا. شغل کو؟ ازدواج کو؟ تأمین مالی کو؟ معیشت کو؟ مسکن کو؟ آقای انصاری 1358 ما می‌خواستیم بریم با تیم ملی سنگاپور. که رفتیم سنگاپور، قهرمان آسیا هم شد تیم ملی ایران. رسیدیم خدمت حضرت امام. ما قبل از که بریم سنگاپور، منم جزو بازیکن‌ها بودم، 17 نفرم بیشتر نرفت. پدر من خدا بیامرز اومد خونه، گفت محمد یه خونه است برو ببین اگه دوست داری. پدر من تو کار املاک بود، من نمیام بالا ببینم، آقای داره میره خارج. 58 منم گفتم بابا باشه. از که اومدیم داوودی تمرین، ما رفتیم این خونه ها رو دیدیم و دیدیم یه سری وسیله هم آقای توش گذاشته. به پدر من گفتم. شب من رفتم خونه، گفتش که محمد چجوری بود خونه؟ گفتم آقا جو خونه آپارتمان خوبی بود. گفت خوب بود، من صبح از آقای میخرم، آقا هم داره ایران میره. خونه رو خرید به نام من پدرم، آپارتمان 400,000 تومان. 43 سال از اون خونه گذشته، خونه فرسوده شده، به این رفته صدمه. بعد 43 سال اون خونه امروز داره فروش میره 7 میلیارد. اگه نو بود که 10 میلیارد پولش بود. چی کار کردین با این مملکت؟ دلار 7 تومن رسیدی به پالای 50 تومن. هر رو میاد میگی آقا داریم درست میکنی، مردم امیدوار باشن. چند سال مردم امیدوار باشن؟ بابا نمیتونی نکن، برو تو خونت بشین، باید تایی مملکت دراری. شما نمیتونی نکنی به دست کسای دیگه. خیلی من ساده بگم به شما، بزرگترین دانشکده معماری اینا رو اول شما پخش کن، نترسی یه دفعه آقای انصاری یا مؤسسات اینا تو تلویزیون، همه تو کانال‌های مختلف من گفتم، کانال 3 اینو گفتم. ما 22 ناحیه تهران داریم. شما برو قوی ترین دانشگاهی که در ایران هست، رشته معماریش معروفه، دانشگاه شهید بهشتی، معماری و شهرسازی، که من خودم 30 و خورده سال تو اون دانشگاه کار کردم. شما برو این 22 ناحیه ببین، یه دونه شهردارش فارغ التحصیلای دانشگاه، ببین کیا رو گشتن شهردار، چه رانتایی میدن و چه رانتایی میگیرن. آقا صبح بیاین به من بگین دروغه. از قبل و الان کیا شهردارا بودن؟ یه دونشون فارغ التحصیل دانشگاه هاست، تحصیلات عالیه در شهرسازی و معماری داره و همه اونا رو کردین اسنپ برن این بر اون بر، تاکسی بگیرن.
تو آژانس‌ها کار کنن. از سلسله یه دونه از این پادشاهی‌های ما پرسیدن که چرا سلسله شما انقدر کوتاه بود عمرش؟ گفت به دلیل اینه که ما کسایی که کار بلد نبودن آوردیم سر کار که خودمون بمونیم. نشد، ما هم نموندیم، مملکت خورد زمین. با مملکت رو ما دوست داریم، دینمون رو دوست داریم، اجازه بدیم کسایی که کار بلدن بیان سر کار. شما همینجوری سانبار مال فلان دانشگاهی بیا سر کار، نه هنر داری نه هیچی، بیا شهردار فلان ناحیه شو، با مایی برو شهردار شو. همش آقا نیروهای امنیتی و نظامی و سپاهی و حالا بی‌نر اینا بیان کار بلد باشن بیان. یه روز توی یه پخش زنده تلویزیونی من گفتم که اینایی که میان سر کار تو فدراسیون فوتبال از جاهای مختلف نظامی و سپاهی میاری، یه دونه اینا کار بلد نیستن. به اسم دارم بهتون میگم، پخش زنده. آقای پور مختار اومد رو خط، گفت آقای دادگان اینا کار بلدن الا بله. گفتم کار بلداشو خود من آوردم تو فوتبال، اینایی که بعد من اومدن هیچ کدوم کار بلد نیست. اگه نمیدونی آقای پور مختار بدون. من سردار یعقوبی رو آوردم، سردار جلالی رو من آوردم تو فوتبال. جاهایی که گذاشتم کار بلد بوده، همونا رو گذاشتین کنار هم ما رو. خب این حالا شما بچرخونیم ما رفتیم 17-18 ساله ما کیف کنیم، پول بیاریم. کی به ما 1 قرون پول داد در فدراسیون فوتبال؟ هر کی داده بیاد بشینه جلوی دوربین شما بگه یه نهاد دولتی، یه نهاد وابسته به ما 1 قرون داده. ما از فوتبال در آوردیم و خرج خودش کردیم. فدراسیون فوتبال رو خریدیم، باشگاه پرسپولیس رو خریدیم، باشگاه استقلال رو خریدیم، کمپ رو درست کردیم، شهید بیگلری بم رو درست کردیم و